الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. عباده بن الصامت رضی الله عنه یکی از صحابه مشهوری بودن. در سال 34 هجری قمری رحلت نمودن، از دنیا وفات کردن، رفتن. عباده بن الصامت فرمود، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن: من شهد ان لا اله الا الله، من شخصی که شهد گواهی بدهد بشی ان لا اله الا الله، این که نیست هیچ معبودی بر حق، لا اله نیست هیچ معبودی بر حق الا الله بجز الله تعالی. کلمه لا اله الا الله را در معناش توجه خاصی داشته باشین. بعضی ها معنا میکنن لا معبود الا الله، نیست هیچ معبود بجز الله تعالی، نیست هیچ معبود بجز الله تعالی. این معنا غلط است. به شاهدی آیات قرآن غلط است. آیات قرآن از معبودات دیگری حرف زده، خبر داده که دیگر معبودات هم وجود داشته. افرأیتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، و همچنان از قوم نوح علیه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا. اینها همه نامهای آلهه قوم نوح علیه السلام بود. و همچنان ابراهیم علیه السلام: ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. به قوم و به پدرش خطاب کرد، گفت چی خداهایی را که انکار کردی، خداهایی را که شما پرستش میکنین. یعنی اونها خداها داشتن، ولی اصل یعنی جنجال رسول الله صلی الله علیه، نزاع رسول الله صلی الله علیه وسلم یا پیامبران دیگر با قومشان، با مشرکین در سری حق بودن یا باطل بودن الها ها بودن، که اینها آلیه حق هستن یا باطل هستن، اینها مستحق عبادت هستن یا نیستن. پیامبرها میگفتن که اینها مستحق عبادت نیستن، اینها مستحق عبادت نیستن، انکار میکردن بجز الله تعالی کسی دیگری نباید عبادت شود و نه مستحق عبادت است. با مخاطر مشرکین مکه هم بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم تعجب کردند که یا آمده همه خداها را رد میکنه، همه خداها را آمده در یک خدا خلاصه میکنه. اجعل الالهه الها واحده. الله تعالی از اونها خبر میدهد که مشرکین گفتن اجعل الالهه الها واحده، پیامبر آمده همه خداها را در یک خدا خلاصه کرده، میگه یک خدا را عبادت چه کنین، بس دیگر خداهایی وجود نداره، دیگر خداهای عبادتشان درست نیست، مستحق عبادت نیستن. و همچنان کسایی که لا اله الا الله را معنا میکنن به لا موجود الا الله، این معنا غلط است، باطل تر از معنای اول است. ایرا مردم های متصوفه که به عقیده وحدت الوجود هستن این معنا را میکنن، یعنی بجز الله وجودی نداره. و این دروغ است. بجز الله وجودی دیگری است، وجودی مخلوق است، وجودی حیوانات است، وجودی جمادات است، همه چیز وجود داره. و کسایی که به این عقیده هستن میگن بجز الله وجودی دیگری ندارن، اینا همه چیز خدا میدانن جان. حتی به اندازه‌ای که بعضی از بزرگان صوفیا گفتن و ما الكلب والخنزیر الا الهنا و ما الله الا راهب فی کنیسة، نیست سگ و خوک مگر اینکه اینها همه خدای ماستن. و ما الله الا راهب فی کنیسة، و خدا هم نمی باشه مگر امر راهبی که در کنیسه عبادت میکنه، اما خودش خدا هسته، اما خودش عبادت میکنه. و یا نظریه وحدت الوجود یکی از بدترین نظریات کفری است. انسان لا اله الا الله را به این معنا نکنه تا اینکه ولو که عقیده وحدت الوجود هم نداشته باشه شباهت با اونها نکند. وحده لا شریک له، الله تعالی تنها هست. تنها در چی؟ تنها در ربوبیتش، تنها در الوهیتش،
تنها در اسما و صفاتش و جز الله رب دیگری نیست، خالق دیگری نیست، مالک دیگری نیست، متصرف دیگری نیست، مدبر دیگری نیست. و جز الله تعالی کسی دیگری مستحق عبادت نیست. و جز الله تعالی در صفاتش، در اسماش کسی دیگری او را هم مانندی کرده نمیتونه. لا شریک له، لا شریک له، برای الله تعالی هیچ شریکی نه در ربوبیتش، نه در الوهیتش، نه در اسماء و صفاتش. این کلمه وحده لا شریک له رد است بالای کسایی که در نظام دنیا اقطاب ثابت میکنن، اوتاد ثابت میکنن و ابدال ثابت میکنن، یعنی مخلوقاتی را قائل هستن که اینها در کون تصرف دارن. اگر اینها نبوده باشه نظام کون از بین میره. این کلمه بالای از اونها رد میکنه. و ان محمدا عبده و رسوله، و همچنان گواهی بدهد به ای که محمد صلی الله علیه و سلم عبده، بنده الله است، و رسوله، فرستاده الله است. محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر، اسمشان محمد و احمد و نامهای دیگری هم ذکر شده. پدرشان عبدالله و پدری عبدالله عبدالمطلب پدرش هاشم و هاشم از قوم و قبیله قریش و در نهایت نسبشان به اسماعیل ابن ابراهیم الخلیل علیهم السلام میرسد. و این آخرین پیامبر محمد صلی الله علیه وسلم آخرین پیامبری که الله تعالی فرستاده. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، آخرین پیامبر. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که لا نبی بعدی، بعد از ما دیگه پیامبرم نمیآید و دیگر پیامبر بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود نداره که کسی انتظار نکنه که دیگر پیامبر میاد. و هر کسی که دعوای نبوت هم بکنه او کذاب است، دجال است، دروغگو است. رسول الله صلی الله علیه و سلم عبدالله هستند، عبدالله هستند، عبده، بنده الله هستند. و این خوبترین وصفی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به این در قرآن عظیم شان وصف شده. سوره اسراء می سبحان الذي اسرا بعبده، شب برد بنده خدا. تبارک الذي نزل الفرقان على عبده، فرقان قرآن بالای بنده خود نازل کرد. عبد هم معنای نهایت مطیع میتیه، فرمانبردار میتیه، عاجز که دل از او فرمانبردار است برای پروردگارش و هیچ مخالفتی اوامر پروردگار خدا نمیکنه. و رسوله همچنان رسول الله تعالی است که یعنی از نزد خودش حرف نمیزنه. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. و ان عیسی عبد الله و رسوله، و همچنان اقرار بکنه به اینکه عیسی علیه السلام بنده الله تعالی و رسول الله تعالی بود. عیسی علیه السلام قبل از رسول الله صلی الله علیه وسلم گذشتن، در بنی اسرائیل دعوت خدا آغاز کردن، اندک مردم ایمان آوردن به نام حواریون یاد میشن، در سوره صف ذکر از اونها آمده و اکثر انکار کردن، تکذیب کردن، جمله یهود هم، و تصمیم قتلش گرفتن و شخصی را شبیه عیسی علیه السلام به قتل رساندن و فکر کردن که ما عیسی را کشتیم. و نصارا هم به اعتراف کردن که عیسی علیه السلام کشته شده. و در حالی که عیسی علیه السلام الله تعالی بلند برد به آسمانها و باز عیسی علیه السلام دوباره پایین میکنه و یکی از علامات قیامت است، علامات بزرگ قیامت، که عیسی علیه السلام پایین میشه به ذریعه ملائک، یعنی دستای خدا بالای پرهای ملائک گذاشته. در وقت نماز صبح مسلمانها در منارة البیضاء دمشق در اونجا می باشن که عیسی علیه السلام در اونجا پایین میشه و مسلمانها در اون وقت در جنگ هستن با یهود و اتباع دجال. دجال هم در اون وقت بیرون شده است، یعنی با مسلمانها درگیر می باشه. و عیسی علیه السلام وقتی که میاد اولین کاری را که انجام میده دجال قتل میکنه و بعد از او خنزیر یعنی خوک قتل میکنه و صلیب میشکنه، از بین میبره و جزیه را بالای کفار میگذاره و یک مدتی در دنیا تقریبا 40 سال زندگی میکنه و مسلمانها در یک رفاهیت خاصی نعمتهای زیادی را الله تعالی برشان متوفر میکنه. و باز عیسی علیه السلام از دنیا میره و در این وقت عیسی علیه السلام که موجود است یعجوج و معجوج هم بیرون میشه. یعجوج و معجوج فتنه بزرگی است که الله تعالی عیسی علیه السلام و اتباع از را نجات میده. اینا به کوی پناه میبرن و از شر از اونها نجات مییابن و باز پایین میشن وقتی که اونها از بین میره.
و کلمته القاها، و همچنان کلمه‌ای است که الله تعالی کلمه را به ذریعه جبرائیل فرستاد و عیسی علیه السلام به ذریعه کلمه خلق کرد. و کلمه کن الله تعالی امر کرد، فکان، پس عیسی علیه السلام شد. خلقت عیسی علیه السلام خلقتی عجیبی است. الله تعالی در سوره تحریم ذکر میکنه فنفخنا فیه من روحنا، یا در سوره مریم تفصیلی از او میآید که الله تعالی جبرائیل روان کرد نزد مریم علیه السلام. مریم وقتی که جبرائیل دید انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، پناه میبرم به الله تعالی از تو اگر انسان متقی و پرهیزگار هستی و من نزدیک نشه. فکر کردی انسان است، یعنی شاید کدام عملی فاحشه را اراده داشته باشه. باز جبرائیل گفت من رسول از جانب الله تعالی هستم و الله تعالی برای تو پسری را عطا میکنه. و آمد جبرائیل در جیب قمیص یزی پف کرد و این پف به رحم یزی رسید و از امور رحم الله تعالی امر کرد کن شو، خلق شو، فکان، پس شد عیسی علیه السلام که خلق شد، مخلوق شد. و روح منه، و امی عیسی علیه السلام روحی مخلوق است از جانب الله تعالی. کلمته و روح منه، اینها همه اضافتی تشریفی هستن نسبت به سوی الله تعالی که بشه تشریفی و تکریمی هستن، نه اینکه عیسی خودش کلمه بود، خودش یعنی خدا بود از این استدلال کنن، یا اینکه جزئی از خدا بود. اینها عقیده باطل هستن و اضافات تشریفی و همچنان نسبتی تشریفی است، مانند بیت الله و مانند کعبه الله، امثال از اینها. والجنة حق و النار حق، و همچنان اقرار کنه، گواهی بدهد به اینکه جنت حق است و آتش جهنم هم حق است. مراد از حق بودنشان یعنی با وجود از اونها اعتراف داشته باشه که وجود داره فعلا، و همچنان اعتراف کنه که در جنت بجز مؤمنین کافر داخل نمیشه و در آتش جهنم بجز کفار کسی همیشه نمیمانه. مسلمان اگر داخل شه به قدر گناهش سوخته، بعد از او سوزانده میشه و بعد از او به جنت میروه. و همچنان به این اعتقاد بوده باشه جنت و دوزخ برای همیشه از ختمی نداره، فنا نمیشه. ادخله الله الجنة على ما كان من العمل، وقتی که شخصی به این اعتقاد بوده باشه الله تعالی در بدل همین اعتقادش در عوض از این جزایش چی است؟ ادخله الله الجنة، الله تعالی را داخل جنت میکنه على ما كان من العمل، همراه از اینکه آنچه که در نزد از این عملی موجود است، یعنی عملی نیک بوده باشه عملی بد، یعنی همراه و عملش ایره الله تعالی داخل جنت میکنه. اینجا از کلمه ما کان من العمل ایره دانسته میشه که کسی که اگر عقیده توحید داشته باشه، بعضی سیئات و گناه ها همراه داشته باشه، در روز قیامت الله تعالی و تحت مشیت یعنی قرار میگیره، یعنی مرتکبی کبیره میگن برش، مرتکب کبیره تحت مشیت است. الله تعالی خواسته باشه در مرحله اول جنت میبره، عفو درگذری میکنه جنت میبره. اگر مستحق دوزخ بوده باشه به مقدری عمل و به مقدری بدیش در دوزخ میسوزه و بعد از او به جنت میبره و در نتیجه نهاییش یعنی جنت میباشه. الله تعالی ما را از اهل جنت بگردانه و از دوزخ نجات بدهد و ما را به عقیده توحید از دنیا ببرد.